در این مراقبه میخوایم با یه حس آرامش و مهربانی گذشته‌تون رو ببینید و به خودتون اجازه بدین که تلخی‌های گذشته رو آزاد کنید و از اونها سبک بشین. این تمرین رو 21 روز باید انجام بدین. در بعضی از افراد ممکنه در روزهای اول چون به گذشته به صورت واضح و با جزئیات برمیگردن کمی ناراحتی پیش بیاد. اما ادامه بدین تا زمانی که به پذیرش و سپس عدم قضاوت میرسید. یه جای راحت و آرام 4 زانو بنشینید یا به پشت دراز بکشید. برای حس خوب بیشتر میتونید یک شمع روشن کنید و یک بالش زیر سرتون بگذارید. وقتی آرام گرفتی به یک نقطه از سقف یا روبرو نگاه کن. تمرکزت رو به نفس‌هات بده. در این لحظه وقتی بدن کم کم در آرامش فرو میره، انرژی حیات که در اطراف بدن هست هم حرکت و جریانش آگاهانه تر میشه و شما رو به سمت هدف هدایت میکنه. هدف رسیدن به پذیرش و آشتی با گذشته هست. 3 نفس عمیق بکش. فقط به جریان هوا که از راه بینی وارد میشه و از دهان خارج میشه توجه کن. 1 نفس عمیق. 2 3 بدن و شل و رها کن. خودتو به صدای من بسپار. کاملا آرام، کاملا ریلکس. کم کم چشمهاتو ببند. تصور کن که در کنار دریا روی شنهای ساحل دراز کشیدی و به آسمان آبی نگاه می‌کنی. اینجا امن‌ترین جای دنیا هست. نسیم خنک پوست بدنت رو نوازش می‌کنه. هر لحظه که می‌گذره آرامشت عمیق و عمیق تر میشه. اگر چیزهایی که میگم و نتونستی تجسم کنی اشکالی نداره. فقط به صدای من گوش بده. بعد از چند روز که استرس ازت دور بشه به خوبی میتونی چیزهایی که میگم رو تجسم کنی. صدای موجها رو بشنو. دریا آرام، موجها آرام، ذهنت ساکت، بدنت ریلکس. سبک شدی، مثل یک پر سبک و بی‌وزن هستی. آرام نفس میکشی، دم و بازدم، دم و بازدم. حالا ازت میخوام یه خاطره از گذشته رو که اذیتت میکنه به ذهنت دعوت کنی. به ذهنت بگو به هر چیزی که میخوای فکر کن. اصلا نترس، چون بعضی وقتها خاطره تلخ رو به یاد میارین، اما به خاطر ترس از تکرارش سعی میکنید اونو نصف رها کنید
و انرژی منفی رو در بدن نگه می‌دارین. ما اینجا هستیم که با هم اون خاطره رو کلاً طی 21 روز از ذهنت پاک کنیم. وقتی خاطره رو به یاد آوردین، بهش بگین من از تو نمی ترسم و حالا تو اینجا هستی و من میخوام کامل تو رو تحت نظر بگیرم. تصور کن این خاطره مثل یه ابر در آسمان هست. تمامی اون خاطره یه تصویر ابری هست که با حرکت باد اون تصاویر هم جا به جا میشن. به تصاویر در هم و بر هم نگاه کن. باد همه اون تصاویر رو جا به جا میکنه. خاطره تو که به صورت ابرها هستن جا به جا میشن. از آخر خاطره به اول میان، از وسط به آخر میرن و به طور کلی اون خاطره کامل در هم و بر هم میشه. کل خاطره تغییر میکنه. باد تصاویر و خاطرت رو از هم گسسته میکنه. یه جورایی انگار دیگه چیزی با جزئیات اون خاطره یادت نمیاد. همه اون خاطره توی ذهنت به هم ریخته شده. تو دیگه برای به یاد آوردنش تلاشی نمی کنی. اون خاطره معلق در هوا شناور هست. فقط به خاطره ابری نگاه کن. بدون هیچ قضاوتی، بدون هیچ فکری، فقط تماشاگر باش. فکرایی مثل ای کاش، یا چرا اینجوری شد، یا چرا این اتفاق برای من افتاد، اگر به ذهنت اومدن بهشون بگو باز شما اومدین، من فقط یک نظاره‌گر هستم. من به پذیرش رسیدم. من به پذیرش رسیدم. من خودم رو دوست دارم. خودم رو در آغوش میگیرم. افکار و گذشته‌ای که دارم و دوست دارم، چون همشون تجربه های خوب و بدی بودن که دیگه رفتن و من فقط با پذیرششون میتونم ادامه زندگیمو با عشق، صلح و دوستی ادامه بدم. گذشته تمام شده. به تصاویر ابرها که به این سو و آن سو میرن و باد اونها رو تغییر شکل میده لبخند بزن. حالا دیدی که تونستی اونها رو تغییر بدی؟ تو قوی تر از اون افکار هستی. میتونی امروز و آینده‌ای درخشان بسازی. لازم نیست چیزی رو تغییر بدی. فقط با آرامش زندگی کن. فقط آرام و سبک باش. هر چیزی که باید تغییر کنه مسیر درست تغییر رو جلوی راهت میاره. هیچ عجله‌ای نکن. تو در زمان و مکان مناسب قرار داری. هر وقت احساس سردرگمی کردی یا خاطرات قدیمی آزارت داد، صدای منو به یاد بیار که میگم به صدای نفسهات گوش بده. آرامش حق توست. تو آزاد و رها هستی و افکاری که نمیخوای
مثل ابرهای سفید از این طرف به اون طرف میرن و همه داستانو تغییر میدن و همه چیز توی ذهنت خنده‌دار میشه و تو به پذیرش میرسی و آنچه که برات اتفاق افتاده رو بدون هیچ قضاوتی از سر میگذرونی. دوباره به نفسهات برگرد. تمامی توجه و تمرکزت رو به دم و بازدم بده. دم و بازدم، دم و بازدم. حالا چشمهاتو باز کن، به بدنت کش و قوسی بده و انرژی بی پایانی که در وجودت هست و با حرکت بدن به جریان بنداز. هر وقت آماده بودی بلند شو و به کارهایی که داری برس. موفق باشی.